وای وای احلام سلاست چیه اینا؟ این سر راه منو گرفته. آخ پدر لعنت، برو جیپ لعنتی. وای این هرمو گیر کردم. برو. سلام و درود دوستان، محمد هورایزن هستم. خوش اومدین به ویدیو دیگه. آقا برگشتم با یه ویدیو بتل رویال خفن دیگه و تو این پارت قرار مجازات ویدیو قبل رو انجام بدم. یکی از کامنت ها که نظرمو جلب کرد این بودش که تا موقعی که وین نگیرم ویدیو رو قطع نکنم. البته وین گرفتنم بلند پروازی، حالا تا فاینال شدنم رسیدم بپذیرین دیگه. قرار این ویدیو خیلی طولانی باشه. بدون معطلی حرف اضافه بریم سراغ ویدیو. لیتس گو بریم برای دست اول. خب برم دنبال لوت نه هیچی رو اطرافم لوت دیده نمیشه. کجای مپم؟ یا خدا سیف زون رو نگاه کن. چرا انقدر دور افتادم؟ 2 تا لوت با فاصله زیاد دارم از خودم میبینم. فکر میکنم تو فرودگاه باشن. حالا من دارم میرم دنبال لوت‌ها. یه پدستی پشت سرم دنبالم راه افتاده. خب یک لوت دقیقاً اینجا چی لوندو فورتوکوس. وقت ندارم به اون یکی لوت دیگه سر بزنم. زون داره با تمام سرعتش میاد. وای زون داره به میرسه. بدبخت شدم. یه پشت سرمه. خدا رو شکر اینجا زمین مسطحه. وای افتادم از زون بیرون. نمیدونم میرسم یا نه. امیدوارم برسم. وای خوردم به درخت. وای تایموت. خوردم به درخت. تایموتم داره پر میشه. وای برو. اون سرپایینی میتونه ماشین شتاب بگیره. به درخت نخور. مستقیم برو. وای برو. نه رد شدم. رسیدم به سیف زون. باز خوبه رسیدم به اتوبان. ای ولی یه لوت اونور هست. لوته یه چیز خوب باشه دیگه. لول 3 خوبه ولی ولوو ریشه است. خوبه این ولوو بد نیست. یک لوت دیگه دارم اونور میبینم. برام اونم یه چکی بکنم. لوته چیه؟ اینم لول 3. همین ولوو خودم خوبه. این ماشین اونور فکر کنم دیدم. یه لوت هم جلوترمه. خدا کنه این دیگه لول 4 و 5 میشه. 2 تا لوت جلومه. یک دونش خوب باشه. این که 211 بود در خودش میخوره. اون لوت دیگه رو فکر کنم خوردن. بله لوتر گرفتم. یا خدا چپ کردم. کو این پلیر لوت برداشت؟ نه ماشینش لول 4 بود. بدبخت شدم. این کنم بیتله. چی تو؟ این بیتل نبود چرا؟ بدبخت شدم. وای بدبخت شدم. این اودی تاپ اسپیدش خیلی خوبه. فقط باید امیدم باشه تصادف کن نزنی به من. خداییش با ماشین 3 لول پایینتر دارم پا به پاش میرم. تو آفرود فکر کنم یکم ضعیف باشه اون ماشینش. 700 متر تا خط پایان مونده برسم بهش. وای ازم خیلی جلوتره. 300 متر. دهن تو منو مسخره میکنه به دستک. وای با اختلاف کم باختم. خداییش نفر 12. چرا 27 نفر تو این دست بودن؟ بریم سراغ دست بعد. لیتس گو بریم برای دست دوم. دست پیش که با اختلاف کم باختیم. خداییش باخت حق من نبود. تو فرودگاه هم خبری از لوت نیست. کلا من هر جا برم قطعی لوت میشه. خب سیف زون هم که خدا رو شکر مثل دست پیش خیلی ازم دور نیست. یه پلیر رو دارم میبینم نمیدونم بیتل چیه. یک ریسی هم با اون برم. بیا کجایی تو جنگل؟ نه کجا شدی؟ خودش ریس هم دار. خودت خودکشی کردی. چه اعتماد به نفسی دارم خداییش. نه چیز شد. ولش کن بریم دست بعد. آقا لوت بده فقط این دست. این لوت دارم جلوترم میبینم. هیچ اصلا به جز این هیچ لوتی دیگه توی منطقه وجود نداره. خدا کنه فقط قبل از بقیه پلیرها بهش برسن. 456 باشه لول دیگه. ایول لول 4 مینی باگی بدش. برای لوت اول ماشین خوبیه بد نیست. تو مپ رو نگاه می‌کنم خوبه. تو سیف زون هم هستن. نوتیف داره میاد. همه دارن لول 7 میشن. پشمام من هنوز با مینی باگی لول 5 میگم لول 4 هم دارم ول میگردم. خب یه پلیر تو مینی مپ دیدم. خدا کنه ماشینش این چیزی باحالی باشه. وای فورتوکوس بود. یعنی ریدم تو تشخیص ماشینم. میتسوبیشی رو گفتم فورتوکوسه. فقط خدا کنه بهش برسم. دستک تو آسفالت انداخت گاز و تخته کرد رفت. خب من رید. هیچی از ارزش‌های منو کم نکرد. بریم برای دست بعد. لیتس کو برای دست چهارم شد. پنجم شد نمیدونم. یه لوت میکنم پشتم بود. پشمام. آودی اسوان لول 4 دقیقا پشت سرم بود.
با دندقه میرم لوت بگیرم. من خیلی گنگم. بده آودی بده برم جان. میرم تو فستیوالم یه چکی بکنن لوتی چیزی توش نباشه. یه لوت هم این بره چیه لون چند آودی آر 6 لون 2 درد میخورد. تو این فستیوال هم که هیچی لوت پیدا نمیشه. سیف زون کجا؟ یا خدا به چی باز اینقدر دور؟ فقط باید گاز رو تخته کنم به سیف زون برسن. دنبال لوت و ریس و اینا نباید باشم، فقط باید به سیف زون برسم. یه لوت هم تو وجود دارم میبینم سر راه. این نامردا گرفتن خوردن میشه. این کوه لعنتی رو باید دور بزنم. این ماشین نمیکشه، سرعتش خیلی کم میشه بخوام از روش برم. یه پدستک تو مینیمپ داره بهم نزدیک میشه، نمیدونم من ماشینش چیه. حالا تو همین موقعیت این هم میخواد با من ریس بندازه. ای بابا چه خوب داره میاد. چرا دیده نمیشه؟ بابا نکن جان ما. وای ماشینش اصلا اند آفرود. ماشین برای آفرود ساخته شده. فکر کنم قبل از اینکه سیف زون من حذف کنه این پدستک من حذف کنه. نگاه کن پرواز کردن. بیا زونم که ما رو گرفت هیچی دیگه. بدبختی رو بدبختی. خدا کنه حداقل زون رو رد کنم. دارم با اودی 200 تا آفرود میرم. خیلی نسبت به رقیبم که کلا برای آفرود ساخته شده ماشینم واقعا حرفی برای گفتن نداره. تو خط پایان 700 مونده. البته منم ببره تایم اوت حذفش میکنه. مهم نیست ولی فکر کنم من بردی نه واقعا بردش. اینجور که داره پیش میره فکر نکنم حتی یه برد داشته باشن، چه برسه به وین گرفتن. آقا بلایی که سر من زون آورد اصلا ترسیده شدم دیگه. اومدن کنار اتوبان که اگه از زون دور بودم بتونم سریع فرار کنم. بریم سراغ لوت. میرم طرف فستیوال چون معمولا اون طرف لوت هست. اند شدم تو فستیوال نه لوت نیست. اصلا تو کل مپ قطعی لوت اومده. من هر طرفو نگاه میکنم هر جا میرم اصلا لوت پیدا نمیشه. بعد این پدستک یه نوتیفش میاد لوت لون 8 پیدا کرده لامبورگینی. ای ولی یک لوت لون 6 پیدا کردم. بالاخره شانس یک نگاهی هم به ما انداختش. جبران دیر لوت پیدا کردنم که نشد ولی از هیچ خیلی بهتره. من فقط باید دنبال ریس باشم. این لوت وای فورد برانکوی لون 7 اشکام. بده نه به اون اول که هیچ لوت پیدا نمی‌کردم نه به الان که دیگه کل مپ شده لوت. خب یه پلیر پشت سرمه نمیدونم فورد فوکوس دیدی. آقا فورد فوکوس تو منی با فورد برانکو انداختی. درسته دو تایمون مال فوردیم ولی من کجا و تو کجا؟ وای تصادف نکنم بدبخشم. فکر کنم تصادف کرد یک جا گیر کرد ازش افتادم جلو. تمام آقا اصلا فورد برانکو رقیبی نداره. چه پدستک با فورد فوکوس داره پا به پا من میاد ولی تا خط پای هنوز 1 کیلومتر مونده. فکر نکنم ولی بهم برسه. لوتا رو نگاه کن. در تا سر من مثلا لوت نیسته. تا خط پایان 200 متر مونده و اصلا فورد فوکوس دیده نمیشه. تمام ایزی. بده ماشین لون 8 به نظرم لامبورگینی ماشین زیاد جالبی نیستش. از لحاظ تاپ اسپید فقط خوبه. باید یک پلیر پیدا کنم باش ریس برم. خطرناکی بخوام با این ماشین تا فاینال شدم بمونم. یه پلیر دارم میبینم اون دور مورا کجای کم کرده. نگاه کن میتسوبیشیه آقا. تمامه با لامبورگینی میتسوبیشی رو که دیگه خدایش میتونم بگیرم. بیا ایزی. ریس افتاد. وای خط پایان چه بجا افتاد. بدبخت شدم. سر نمیخوره این لامبورگینی. برو 900 متر چقدر نزدیکم از خط پایان. و اینم از یک پیروزی ایزی دیگه. آقا بده ماشین لول 9. آقا به نظرم فورد و عجب فوردی هم داد. به نظر اصلا همین ماشین رو داشته باشم موقع فاینال شدن. واقعا ماشین خفنیه. حالا ببینم یه پلیر دیگه پیدا نمی‌کنم بتونم ماشین رو لول 10 کنم. پلیر خودشون از پدستک لول 8 هم بود. با چی روی من با من ریس انداخت. نوازم ازش خیلی نازیبه. وای این احلام سلاست چیه اینا؟ این سر راه منو گرفته. آخ پدر لعنت. برو جیپ لعنتی. وای این هرما گیر کردم. برو نگاه کن باز بد شانسی آوردم. برو 500 متر تا خط پایان الکی بد شانسی آوردن. باخت بدم واقعا سر بد شانسی باخت دادم. برو 200 متر منم سرگشته حیرانت
دیگه اینو واقعا الکی و سر بد شانسی باختم دیگه، اصلا حال بازی کردن ندارم. آقا من نمیتونم مجازات انجام بدم، تموم شد رفت. اسپینو حداقل بهم داد یک چیز خوب بدی خداییش. 25000 سیار آخه. خب دوستان دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. متاسفانه مجازات رو نتونستم انجام بدم و ریدم. تا ویدیو بعدی بدرود.